ما و شما یکی فقه قرآن داریم، یکی فقه سنت داریم، یکی فقه واقعی داریم، یکی فقه اولویات داریم. فقه قرآنی است که انسان قرآن عظیم الشان چطور بفهمه، و فقه سنتی است که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان چه قسم بفهمه. این کسی که قرآن نمیفهمه بسیاری اوقات عقیدهش خراب میشه. قرآن نمیفهمه عقیدهش خراب است، فکر میکنه من مسلمان هستم لکن کارهای غیر مسلمان ها را میکنم. و فقه سنتی را میگه که ما چه قسم اسلوب رسول الله صلی الله علیه و طریقش در زندگی بفهمیم، از اعتقادات گرفته تا اخلاقیات، عبادات، معاملات. و فقه الواقع چی را میگه که زندگی که ما میکنیم در می عصر کی دوست قرآن و سنت است و کی دشمن قرآن و سنت است، کی دوست مسلمان ها هست کی دشمنشان است، کدام وسایل یا کدام برنامه های هست که مسلمان ها را اونا شکست میتن و مسلمان ها را از بین میبرن. یک نفر از قرآن و سنت میفهمه لکن از عصر خود بیخبر است. دشمن های اسلام ایرده تو چیزها مبتلا میکنه که این فکر میکنه من بسیار خوب دیندار هستم، کارهای بیدینی را میکنم. پس انسان باید هم دوست خدا بشناسه، هم دشمن خدا بشناسه، هم صلاح دشمن بشناسه، هم وسایلی که اونا استفاده میکنن، روش هایی که اونا استفاده میکنن. اینال جنگ فکری که است زیادتر سر مسائل فقه الواقع هست که امروز در جهان چی گپ است. اولی روشی که دشمنای اسلام استفاده میکنن تا مسلمان ها را ضعیف بسازن و از بین ببرن، این روش تجهیل یا جاهل سازی هست. اینا سعی و تلاش میکنن که مسلمان ها جاهل باشن، سطح دانششان، سطح معرفتشان، سطح علمیشان، سطح آگاهیشان بسیار ضعیف باشن، هم از نگاه دین خود اسلام و هم در دیگه بخش هایی که مربوط به زندگی دنیا میشه، در اقتصاد، در سیاست، در نظامی، در قانون، در عسکری، در هر چیز. پس میخواد که مسلمان ها از در تمام این ساحات چی باشن؟ جاهل باشن. مستر گلادستون این صدراعظم انگلستان بود، گفت مردم تا وقتی که قرآن در بین مسلمان ها از بین نبرین، انت دست خدا بالا گرفت، قرآن هم تگرد دست چپ خود، کافرها هرچی دست چپ خود میگیرن، که دست چپ نان میخورن، که دست چپ او میخورن. قرآن هم قسم گرفت گفت که تا کی از بین نبرین شما سر مسلمان ها کامیاب نمیشین. یک عسکرش خیست این در مقابل همین قوای نظامی خود گپ میزد، از اون بین یک عسکر دویده در پیش از آمد و همین قرآن گرفت پاره پاره کرد دو طرف. و مستر گلادستون برش گفت که احمق، میره نمیخواستم که شما قرآن بگیرین پاره پاره کنین. هدف می نیست از بین بردن قرآن از سینه های مسلمان ها از بین ببرین و تو کارهایی بکنین که مسلمان مشغول شوه. تو کار برش بکن که خودش کل وقت خود بر موبایل خود بده، بر فیلم بده، بر تلویزیون بده. و تو برنامه در تلویزیون جور کنین کی دیگه همون وقتایی که قرآن بایدی بخونه، ترجمه قرآن بخونه، تفسیر بخونه، ای باید نه ای برنامه را باید مسائل کنه. اینقدر برنامه ها را زیبا بسازین، مصرف کنین تا که یا فرصت برای قرآن و سنت نداشته باشه. پس از قلب از مسلمان قرآن برداشته میشه. قرآن فقط رسمش می باشه. قرآن چه قسم پشت کو، 50 تا پشت کو، دیگه میگه 60 تا پشت کو. بیادر من قرآن دارم که یک نشان بدم آقایم قرآن داشت خط طلا نوشته شده. والا اینی قرآن که از مثلا یک آنجا بری تو بیا استاد که نشانت بدم، خب ماشاءالله تو بخوان که چی نوشته کرده، والا ببخشید نمی خواندنش یاد ندارم.
اما خط طلایش یاد دارم. از اول وقتی که از افغانستان که یک جوان حرکت میکنه، مجردی که جوان از افغانستان حرکت میکنه، میگه ایره اول سر مغز ازی کار کن. در ترکیه در جایی که یا میمانند، در فلانی جای میمانند، در کمپا میمانند، رای بند است، تو قبول نمیشی، مشکلات بر داری بازی هیچ چطور کنم، باز چند تا کشیش ها میبرش، میگه که شیطان پرست ها میبرش، برنامه های دیگی که دارن یا باش میگه اگر تو بوی من شیطان پرست هستم، باز برای تو چی داده میشه؟ قبولی داده میشه. کشیش ها باش میگه که اگر اسلام ترک میکنی نصرانی میشی، اون طرف از ما امکانات داری. پس این حال مشغول ساختن مسلمان دا چی است؟ دمی خود هندوستان هم که بیری 20 تا خواننده خوبش است، 20 نفر خواننده است، خواندن میکنه و دیگر ها که هر کس در طب و در انجینری دیگر هست. در افغانستان که بیری میخوای که همین چیزی که زن و مرد از کلش سازنده شود، چیزی که هست نیست باید کلش سازنده شود. پس فیلم های مبتذل، موسیقی و ساز، برنامه های شهوت انگیز، اونا دیوانه نیست که یک تلویزیون جور میکنه 3 میلیون دلار مصرف میکنه. به خاطر ازی که گزارش برش میرسه که 10 سال پیش شما برین سیل کنین، یک وقت میگه در افغانستان صنف 6 از مکتب فارغ میشد به اندازه یک پروفیسور معلومات میداشت، صنف 6 هم میخواد. از دارالعلوم عربی کابل صنف 12 فارغ میشدن. در الازهر که میرفت، علمای ازو برش میفت که اوه یه قدر عالم است که ما برای در زاده نمیداد. این صنف 12 دارالعلوم خوانده. اما حالت میکنه که مثلا ماستری در شرعیات داره، ضربه رو یاد نداره، مبتدا و خبر درست نمیفهمه، سویه علمی را چرا این چی گپ است؟ این برای جاهل ساختن مردم. امروز از صنف 12 فارغ میشه، خطش خراب است. از پانتون فارغ میشن، سویه علمی چی میشه؟ پایین. چرا سویه علمی پایین شده؟ به خاطر ازی که جوان بیچاره در میرام که ببینی گوشکی در گوشش از طرف مکتبم که میره تو عطن کدم میرم، تو شانه‌کاش هم تو دانکس کدم میره. در صنفم که سیل کنی این شاگرد که از دیگه بلوتوت است، معلم قرار سر تخته درس میده. بسیاری وقتا شاگردات بر ما میگه بیا استاد سایکو عکس صنف نشان بده. تو بیا در صنفتان چی که بود؟ میگه تو بیا نگاه عکسای دنه. معلم قرار اونجا معادلات ریاضیکی رو کار میکنه، شاگردش اینجا قرار کلشان در فیسبوک که برازو بلوتوت میکنه و برازو میکنه. سپیانا یا رایی کنه برتا بازو برازو فیلم روان میکنه خلاص. این حال وقتی گزارش میگیرن که ما چی کار کردیم، سویه علمی از اینا رو چی ساختیم، پایین ساختیم که فارغ پانتون هست، ماستری داره، دکترا داره، لکن سویش از صنف 12 هم که چی است؟ پایین تر است. از این خاطر عرب ها میگفتن استعمار یعنی استحمار. یک استاد ما میگفت استحمار، در ما درس میدن هیچ استعمار نمیگفت. آخر گفتیم دکتر لماذا لا تقول استعمار و تقول استحمار؟ استعمار نیست، استعمار به معنای آباد کردن است. یا آباد نمیکنن یا چی میکنن؟ حمار جور میکنن، مرکب جور میکنن با سر اینی ملت که ایوان صفت شدن، بخوریم بنوشیم خو کنیم فیلم سای کنیم برقصیم، دی توی بریم، دی شب جمعگی بریم، دی خیرات بریم، دی خوراک بریم، کل عمر دینمی تیر میشن. ای که وطن ما چطور است، ای که اسلام چطور است، ای که قرآن چطور میشه، ای که اولاد ما چیخ میخوانه، ای که نماز میخوانه یا نمیخوانه، هیچ چیز دیگه پا نیست و کل چیز که است استعمار.
این سرزمین هست. پس جهالت است، از قرآن بیخبر، از دین بیخبر. کل گپ سر چی هست؟ سر قوم و قوم پرستی هست. یک نفر در عقیده دکترا داره اما عضو حزب کمونیستی است. چرا؟ فکر نیست، دانش نیست، علم نیست. اونقدر قوم پرستی در وجود از این هست که میفهمه اینمی کافر قوم است. در پالی از استاد. پس یکی از روش های خطرناک جنگ فکری چی است؟ جاهل سازی. از این خاطر هر جایی که استعمار میره در اونجا سطح دانش چی میسازه؟ پایین میسازه. شما برین از هر کسی که پرسان کنید، برین در مثلا یک متخصص تعلیم و تربیت را پرسان کنید، یک متخصص تحصیلات عالی را پرسان کنید، برایش بگوین که همین سویه مردم چطور شده؟ خلاص در 10 سال اخیر سویه چی شده؟ پایین آمده، تحت صفر. قرآن شناسی چطور شده؟ ضعیف است، ضعیف. حدیث چطور است؟ حدیث ولی پولی از این استعمار کار میکنه، تفرقه و یکی باش.